حق پدر و مادر زیاد است یا حق شوهر؟ بلند جواب بگوین. حق شوهر. حق شوهر که بالاتر است. شما کدام روز در روی پدرتون استاد شده کدام گپی بعد پدرتون زدین؟ زده میتونین؟ نمیتونین. وقتی که حق شوهر بالاتر از پدرتان هست، چطور در برابر شوهر استاد شده پدرش دشنام میتین، مادرش دشنام میتین، خواهرش دشنام میتین؟ ببینین پامال کردن را 100 مرتبه به خاطر یک لغ شیرین، به خاطر یک کالا، به خاطر یک خانه برادر مرا نماندی، خانه پدرم مرا نماندی، در فلانی عروسی مرا نماندی، امروز تو ما گوشت گفته بودم گوشت ناوردی، امروز گندنه گفته بودم گندنه ناوردی، امروز ما فلان چیز گفتم تو ناوردی. تمام گرمی های خانواده را، تمام محبت خانواده را به خاطر یک دو دسته گندنه در هم و بر هم زده. زن در هم و بر هم زده.